در عرفیت میگویند که بهترین مکتب زندگی است. محض در پیراهه زندگی انسان از هر حالت درس نو میگیرد و کمال مییابد. گاهی ما را زندگی با بزرگان روز پهلو به پهلو میکند، ولی ما بعد گذشت وقت درک کرده میتوانیم که چه شخصیت همراه ما بوده است و ما از حضور او کم آسوده ایم. این نوبت در برنامه پیراهه از زندگی بانوی قصه میکنیم که از خوان یکی از بزرگان سخن نان خورده و عمر خود را در شناخت پدرش صرف نموده است. خاصیت ولیزاده در عائله شاعری خلقی تاجیکستان سید علی ولیزاده به دنیا آمده است. زمان طفلی و نورسی در آغوش والدان مهربان سپری می شود. از آن روزگار خاطرات زیبایی دارد. به همگان معلوم است که من در یک محیط بسیار سازگار، در محیط ادبی فرهنگی به دنیا آمدم، بزرگ شدم، مهربانی پدر و مادر رو دیدم و بالاخره همو بیت به یادم میزند که میگویند میراث پدر خواهی علم پدر آموز که این مال پدر خرج توان کرد به 2 روز. و امروز هم خوشبختم که دوام دهنده کار پدر هستم و البته میدانم که این راه را طی کردن خیلی مشکل است. هنوز من خیال میکنم که ولی از جاده نگذاشتم، اما جاده در روانم، تا آخر جاده نرسیدم و اکنون احساس میکنم که چقدر پدر بزرگوار من اینقدر راه های پر پیچ و تاب را طی نموده است و این قصه ها خیلی زیاد هستند. من اصلا درباره پدرم بعد وفاتش درک کردم که پدر بزرگوار من شاعر و حافظ خلق، محبوب دل و دیده مردم تاجیک، چقدر راه های مشکل گذر و چقدر حادثه های مدهش و این را اثر گذرانده است. در تربیه خاصیت نقش والدانش خیلی بزرگ است. او میگوید آداب زندگی داری را از مادر مهربانش و قوی اراده بودن را از پدر عزیزش آموخته است. هنوز از زمان خردی خاصیت شاهد صحبت‌های پر از مهر و محبت اهل قلم می شود. این هنگامی بود که اهل شعر به مهمانی پدرش می رفتند و سر یک پیاله چای صحبت می نمودند. خوشبخت از آنم که در خاندان ما همه شاعران تاجیکستان که قریب بودند، همه‌شان بودند. مادر عزیز من مکرمه میر عزیز روح روانشان شاد باشد، خودشان یک زن عاقله و دانا و دانشمند بودند، با 3 زبان حرف می زدند. باور کنید پدرم زبان روسی را نمیدونستن، نمیگویم که خوب نمیدونستن، عموما نمیدونستن. و خوشبختانه من که در مکتب درس آلمانی میخواندم، خیلی خوب ترجمه میکردم نوشته های پدرم رو و مادرم شعراشون به زبان روسی ترجمه تحت لفظی میکردن و روان میکردن به کم کجایی که اشعارشون به زبان روسی ترجمه شده است. یعنی که من هیچ وقت فراموش نمیکنم اون محیط بسیار زیبا و گوارا. و خاصیت تحصیل اوله را در مکتب رقم 2 محله اشان میگیرد. در مکتب تحصیل کردن برایش همچون فرزند یکی از شخصان سرشناس کشور گوارا بود. یاد دارد که هین مکتب خانه پدرش مهمان مکتب میشد و با اهل مکتب صحبت می نمود. من یاد دارم که پدرم ما در مکتب رقم 2 به نام ورشیلوف بود وقت تحصیل میکردم، در صنف 7 یا 6 میخوندم. من یاد دارم که پدرم با محیدین فرهد و شنبه زاده، اگر نمیدونم نامشون رو فراموش کردم، آمدن در مکتب ما برآمد کردن. خب اون چه من کودک بودم، نمیدونم، یک افتخاری احساس میکردم. باور کنید خب بعدتر فهمیدم این افتخار چی است
پدرم استاد سیدعلی ولیزاده در وقت در برابر شاعر بودنشان اونها چی بودن؟ وکیل خلق شهر کلوب. اون وقت کلوب ولایت بود، ولایت کلوب. و من یاد دارم حاضر در خانه موزه هم یک سکویج و یک پرتفل داشتم. همون پرتفل شونده همون میگرفتن همون شعراشونه و برآمداشونه بده های نزدیک، حتی خود پیاده هم میرفتن، سواره هم میرفتن. مثلا بگو که خیلی مخصوص یگان ماشین برای وام خودش میرفت. اتوبوس ها و وقت اتوبوس های مای داگ بود. من میدیدم که حاضر که احساس میکنم که پدرم به خلق عزیزش، به مردمش یک لحظه هم نمیتونست. شاید همون محبوبیتی که استاد داشتن از همین بود که نزد خلق میرفتند. سالهای مکتبخانه خاصیت آرزوی هنرپیشه شدن را داشت. او میخواست چون دیگر هنرپیشه ها مهارت خود را در صحنه سنجد، ولی مادرش نمیگذارد تا دخترش این راه را انتخاب نماید. به این خاطر خاصیت با پیشنهاد مادری عزیزش پیشه آموزگاری را انتخاب میکند. در مکتب باور کنید من اکتریس شدم. هیچ مانندی ندارد. من بسیار خپک بودم، لیکن میخواستم، تگ دلم قطع میخواستم. و باور کنید وقتی که من مکتب میانه را بود کم در مکتب علاقه رقم 5 به نام کروپسکیا بود. در صف دوم حتی خواستم که حجتامو بسپارم به مکتب اکتوری لوناچارسکی مسکو، لیکن خیلی نموندن. راست بگم من مادرم بسیار، پدرم که خدروایی نبود، مایلش خونت رود کجای میرود گفتن. مادرم بسیار گریه کردی، تو شهر مسکو میره، تو یک دخترکی خپک ایچ خیل شد، خیلی یک باره ای کسب انتخاب کردی. من بسیار میخوندم، حتی شاید اکتریس، شاید در ساحه رژیسور میخوندم. معلمای عزیز ما مخصوم بودن، رحمت اللهیف بودن، خیلی دیگران بودن، اسمت اللهیف بودن، فراموش نمیکنم. باور کنید ما همین عادی ترین چیز رو در مکتب میانه یاد گرفتیم. ولی امروز که ببینید تکنیک و تکنولوژی حاضر زمان خیلی زیاد شده است، یک نگرانی دارم. نگرانی ما که چرا فرزندان ما همراه رعایت نمیکنن و بسیارتر خطا می نویسن. ما املا ده یا اینکه جمله را پورا نوشتن نمیتوانند. همه تکنولوژی هم خوب باشد، لیکن کتاب خواندن با این تماما یک کیفیت دیگر دارد. تماما کتاب نمیشد، به کتاب نمیشد. اگر من به همین سن سالم نگاه نکرده شبانه یک کتاب را اگر ورق نزنم خوابم نمیبرد، یگان جمله یگان چیز ننویسم خوابم نمیبرد. سالهای تحصیل در فاکولته زبان و ادبیات تاجیک دانشکده دولتی آموزگاری کلوب سالهای بهترین بودند برای خاصیت. محض همین سالها سبب شدند تا خاصیت با دوستان زیاد آشنا شود و برای آموختن بیشتر تلاش نماید. باور کنید فضای دانشگاه بسیار خوب بود. من از ادبیات ابراهیم شکری میگفتن، از اوروتپا بودن، درسمان میدادن. خب بارانوف بودن، تملیق خواهی بودن و من آموزگارای خیلی خوب ما رو درس میدادن. من راضی شدم. بعد من 10 سال معلمیگی کردم، فرزندان مردم را تربیت کردم. بعد ختم دانشکده او فعالیتش را در مکتب میانه رقم 5 شهر کلوب همچون آموزگار آغاز میکند و به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول می شود. خاصیت ولیزاده میگوید که شعرنویسی را خیلی دیر آغاز کرده است و یکی از این سببها آن است که او دختری شرمگین بود و نمی توانست که در نزد پدر بزرگوارش شعرگونه هایش را معرفی کند. من خودم حاضر خیلی خودم سرگرنش میگم که من پنهان میکردم. یک بار با یادم هست که کورس یک بودم، انا یک شعر عاشقانه نوشتم. خیلی که دخترچه اولا نمو شعر عاشق می نویسم.
بعد وقتی که خواندم گفت کنی بخون و گفتم که من حروفات سیریلیک نمیدونست، همین نه سر کردم که عاشق بود بیادم نیست که تبسم کرد. همون تبسم همون نه نرنجیدم و یا شرم کردم، نمیدونم برای چی. دیگر پنهان داشتم. گفت کجاشی دوامش بخون، دیگر دوامش نخوندم و هم مقدر اعتبار نداد. عموما همه خیلی عشق مم نیم کارم موند، شعر مم نیم کارم موند. لیکن به هر حال با بخت خودم را یافتم، عشقم را یافتم. انا 10-12 کتاب چاپ کردم، کتاب خاطره ها را درباره پدرم چاپ کردم. با مردم شناس کردم که پدر من چگونه آده. لیکن خون میکشید است میگن. من وقت دیر راستی گپ دیر با شعر نویسی شروع کردم، نمیدونم برای چی، خیلی دیر. پدرم هم افسوس میخورد، مادر اما یکی پیدا شد. بعد بر وقت شوهر کردم. زندگی خیلی بر وقت به سرم آمد. شاید همه باشد از درس زندگی باشد که من رفتم برای پدر و اولین شعر من هم همین بود. پدر جانم برای خانت هرگاه قدم مانم، خیالاً می نمایم گفتگو با تو. به گوشت می رسد آواز گرمی من، به گوشم می رسد آواز نرمی تو. ولی چون بر خود آیم می کشم فریاد، که به تو جای خالیت به فریاد است. که به تو شادمانی در لبان جمله فرزندان ناشاد است. تو گویا در الفبای ادب حرف بودی که از میان رفته. سال 1980 در شهر کولاب خانه موزه سید علی ولیزاده به فعالیت آغاز می کند که برای بنیاد آن خاصیت بسیار تلاش نموده است و آن سال خاصیت ولیزاده در این خانه موزه به کار می آید و برای روشن ماندن چراغ پدرش سهم می گذارد. یک مکتوبک اون وقت من معلمه کار میکردم، فرزندان مردم رو تربیه میکردم، درس میدادم از زبان و ادبیات. یک مکتوبک من اون وقت سرور دولتمون کمیته مرکزی بود، رسولوف بود، جبار رسولوف، خدا روحشان شاد باشد و خانه آخرتشان آباد، که برای یک مکتوبک من اونها اکو فرمان میگن، چی میگن، فرمان برآوردن که واقعا خانه موزه استاد تأسیس داده شود در این جاده. پیش از همه من به گلجهان بابا صادق و تشکری زیاد میگم، با شادروان سابق وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان سلطان شریف میرزا شایف، اصلا خیلی کمک خودشون اونا رسانیدن. با استاد مومی قناعت، با استاد میرشکر، با آسیمی، عموما با شاعران شهر کولاب، خاصتا با سیجان حکیمزاده. و من هیچ وقت نیکی را از یاد نمیبرارم. به نیم غمزه توانم که مرده زنده کنم، زی اعجاز من خبر دهید مسیحا را. این بیتی است که زن گفته است. یعنی من فکر میکنم که در ادبیات زن از مردها دیده بیشتر عاشقانه تر، زیباتر عشق می‌ورزد. با شعر، هر شعری که زن ایجاد میکند، من فکر میکنم که چون زن از سیله رحم میگویند، انا همون شعرش هم همون سیله رحم، یعنی زیبا است مثل خودش. مثل ما هزار ساله ها در ادبیات کلاسیکی تا امروز من خیلی کم میبینم که مثلا در غزل حافظ، سعدی، در غزل رودکی که واژه گل نباشد. مثلا به واژه گل یک غزل ساختن، یک غزل گفتن خیلی مشکل است. اما زن که خود گل است، اما زن که زبانش گل است، زندگیش مثل گل نازک است،
اون میتواند که شعر را خوبتر و زیباتر بگوید و خاصیت ولیزاده نیز استثنا نیست. خاصیت از سالهای نمیدونم سالهای خیلی بسیار زیاد که ما با هم رفت و آمد داریم، با هم شعر میخوانیم، با هم مینشینیم و یک شاعری زنده دل هست. شاعری هست که از دیگرها فرق میکند با خصلت خوبش، با زبان لفظ شیرینش. خاصیت ولیزاده در این هنگام کتاب‌های بسیاری به تب رسانید که اصلاً ایجادش در سمت ترغیب صلح و آرامی، وحدت ملی، زیبایی دیار، عشق به آلایش و گرامی بودن والدان را ترغیب می‌کند. تا این هنگام بیش از 14 کتاب از جمله ادامه راه، تکیه‌گاه خورشید، سلام صبح، وفاداری، زادگاه من تاجیکستان، محبت فراوان، لبخند عاطفت و غیره می باشند. نمونه شعرهایش با زبانهای ازبکی، روسی و اوکراینی ترجمه و نشر شدند. خاصیت ولیزاده از شاعرهایی است که چندین سال است، 10 سال هاست که نامشان سر زبان است. خب چون در شعر جایگاه خودشان دارند، نظری خودشان دارند و در یک محیط بسیار خوب ایجادی قرار دارند و جز آن که مثلا از خاندان شاعر هستند که یک نوع مسئولیت بسیار وزنین هم هست و بعد از پدر بزرگوار شعر گفتن و موفق شدن، یعنی این خود نشانه اون است که صاحب استعداد کلان هستند، زیاد هستند و همین سبب شده است که همچون شاعران نام برآوردند. و از محیط ادبی خطلان زمین اصلا از یعنی که از جنس زن قریب به نظر من قریب یگانه اند، چون که من هر قدر که از ادبیات آگاه هم از اون قطعه بعد مهتاب زاکی و دیگر یگان زنی که واقعا در شعر نام گفته باشه و جایگاه داشته باشه حال من به خاطر ندارم. خاصیت واقعا زندگی شاعرانه دارد. من هر وقتی که ما همین نوروز همین سال با خاصیت در یک جا در باخوری بودیم، خاصیت تازه از شفاخانه برآمده بود، اما اون قدر لبش، دهانش، چشمش پر از خنده بود. من گفتم که خاصیت آفرین چقدر، یعنی که انرژیش همیشه هست. خاصیت انرژی شعر گفتنش، خندیدنش، عشق ورزیدنش همیشه در سطحی بلند است. چون خاصیت که از پدر میراث گرفته از شاعریه، فکر میکنم که حالا شعر نگفته شاعره بود و امروز که واقعا یکی از شاعره های برکمال ما هست، بیشتر و بهتر کوشش میکند که یک چیز خوبی بگوید و اصلا که عاشقانه میسراید. عاشقانه سراید همون وقتی که شعرش میخوانی واقعا در ذهنت میاد که همین انسان عاشق گفته است، شاعری عاشق. وقتی درباره وطن، درباره دیگر محبوبیت و درباره جشن‌های ملی و درباره هر چی که مقدسات ملی سخن میکند، در همونجا در میابد که خاصیت واقعا این در این روش هم میتواند که یک چیز خوب ایجاد کند. اما من خاصیت رو بیشتر همچون شاعری عاشق لیریک میشناسم. مثلا ما یک شعر میخونم، حالت حال من است، میشود زندگی ده. مثلا بی‌برقی امشب همه شب برق نبود در خانه، اما حالت حال من میگم چندین سالا بود، سالای پیش. امشب همه شب برق نبود در خانه، من بودم و تاریکی پر افسانه. گریان گریان شمع خندان میسوخت
زیرا که نبود بگیردمان پروانه. از سفر آمدم چرا نیست. خب سالهای مشکلی گذشت آخه بود. ما تشنگی کشیدیم، گشنگی کشیدیم، عذاب کشیدیم، لیکن وطن مون نپرتفتیم. من نمیتوانم به هوای تاجیکستان، به آب و خوب، حتی خاکشم، یک ذره خاکش دوست می‌دارم. همزمان خاصیت ولیزاده در وظیفه‌های رئیس بخش حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر کولاب و راهبر تشکیلات جمعیتی ارمغان صلح میباشد. او میگوید که با تشکیلات خود همیشه کوشش کرده است در تمام گوشه و کنار تاجیکستان با اهل سخن صحبت از صلح گوید و وحدت را ترنم نماید. تشکیلات جمعیتی جمهوریوی ارمغان صلح، یعنی جمهوریوی به معنای که من در تمام گوشه و کنار جمهوری این ارمغان را میبرم، از ارمغان صلح را کوی به کوی میبرم. و واقعا همین است. من در بدخشان بودم، در ولایت سوق بودم، در کولاب، در باختر، در دیگر جا و اعضایان فعال من شاعرانند، عالمانند، نویسندگانند، آدمان بزرگی هستند که برای خلق وطن هنوزم خدمت میکنن. البته من افتخار میکنم و یک شخصی هستم که هنوزم میخواهم که یک ذره هم باشد برای خلق وطنم یک کاری کرده باشم. در ختلان یعنی چراغ شعر همچون زن نگه داشتن و در تربیه مثلا شاعرهای جوان سهم گرفتن که این امکان دارند بسیار خوب است. اگر یک محیط که ساختن در اون محیط یعنی از جنس ضعیفه ها بر جنس زن شاگردها پرورش کنند، چون که البته دنیای زن بیشتر میداند، خوبتر میداند و من گمان دارم که همین کار از دست خاصیت بانو می آید، چون که خودشان بسیار انسان کشا و انسان یعنی که بسیار بدیده ها نزدیکند و میتونن که چون یک کاری انجام بدن و در صف ادیبان ختلان زمین یعنی صف زنان هم زیاد شود. بسیار عجایب است، هرچند که محیط ایجادی ختلان زمین بسیار محیط سالم است و محیط یعنی که در حرکت است. در اونجا شاعرای بزرگ از اونجا سر زدند و امروز استاد حق نظر غایب اونجا سرابانی میکنن، شاگردهای زیاد تربیت میکنن. لیکن باز میگم از جنس زن کمتر که هستن، خاصیت بانو در همین کار میتواند بسیار نقش پویا و بهتر داشته باشد و همچون شاعر البته امروز اونا در قلمرو فارسی میشناسند دیگر، یعنی نه تنها در تاجیکستان، چون کتابهایش روی کار آمدند، شعرهایش یعنی و در شما میدونید که در فضای مجازی هم خاصیت بانو بسیار یعنی فعالند. شعرهاش ما روزمره میخوانیم، اون چیزی که میگذارند در صحیفه‌شان. اکو ایجادکار همیشه از خودش راضی نیست، ولی ما به قله های بلند شاید نرسیدم، لیکن از یک جهت از خود قانع هستم که کمتر خوبتر شدم. مثلا روانتر می نویسم، سلیستر می نویسم. در یک جا گفتم که شعر بهر من تفنن نیست، باغ است، دشت و هامون نیست، بانگ آزادی است شعر من، مفرش در پای ملعون نیست. من هیچ کس خوش آمدانه برای همه کس شعر ننویساندم. شعرهای من بانگ آزادی است که من میخوام که کسی که شعر من اگر خواند و احساس کند که انسان یکی از معجزات بلندترین طبیعت است و باید به مقصد خود برسد. شعرهای خاصیت ولیزاده از جانب هنرمندان معروف کشور و هنرمندان کشورهای ایران و افغانستان به آهنگ درآورده شده و سراییده شدند. یکی از بهترین ترانه‌هایی که سالهای اخیر از جانب ده‌ها هنرمند بازخوانی می شود این سرود بهوده خارم میکنی می باشد که به آن ذکری الله حکیموف آهنگ بسته است. بهوده خارم میکنی، بهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت من دوست میدارم تو را. بهوده خارم میکنی، من خود نمیدانم چرا با این همه بیرحمیت
من دوست می‌دارم تو را. شبها به یادی روی تو خون از تو دید جان میکند. ایاری سنگین قلب من خارم مکن بری خدا. من خود نمیدانم چرا من دوست می‌دارم تو را. من خود نمیدانم چرا من دوست می‌دارم تو را. شاعری که مثلا در همین جامعه نقش خیش را دارد، جای خود را دارد. یعنی در ادبیات مثلا ادبیات یک این گلزار میماند که هر گل به طرز خود بو میکند، به طرز خود نکهت دارد و در میان همین گلهایی که در ادبیات هستند خاصیت ولیزاده نیز یک گلی هست که صاحب بوی خود، صاحب نکهت خود، صاحب زیبایی خود، صاحب رنگ و خصلت و اخلاق حمیده خیش است. قسمت شاعر یک اثر بگیم ترجمه حالی میشد چی میشد نمیدونم. همون قسمت شاعر یعنی من پدرم را در نظر دارم و هم تقدیرهای پدرم که همون سالهای کی بودند و چی شدند و آخران خودم هستم اونجا قهرمانش. ولی این خیلی اسرار بود، سیر بود. با گفتم تنبلم کمتر، اگر عمر وفا کند من همینا میخوام که به ثبوت رسانمون برای خلق عزیزم پیشکش کنم. امروز هم خاصیت ولیزاده جستجو میکند و تلاش بران دارد تا در این وقتی که زندگی برایش امکان داده استفاده نموده برای مشتاقان شعر تصویرهای بلند را پیشنهاد نماید. از پیراهی ایجاد و زندگی شکرگزار است که برای صاحب چنین یک والدان نمونوی و همسفری اهل علم و ایجاد نموده است. از فریب ناکس چشمان من پرنم نشد، مهر گرم زندگانی در دل من کم نشد. خاطرم آزرده گشت از نفسهای خزان، در دلم نخل امید و آرزو سرخم نشد. چیدم خودم را ساختم. باور کن همون ذرچه هایی که مرا تیکه تیکه کردن همراه را جمع کردم، خودم را ساختم.